قبل از هر موضوعی بهترین چیز دنیاست. این یک. دو اینکه این پشت بچه عوض کردم کل دکورشو و مثلا بادار فرگوشم اکشن فیگور پایین گذاشتم چیزای کالکتیبل یا کالکتیبل و اینا. اون تم گذاشتم حالا ساعت و پلی استیشن و دایناسور و این چیزا مهم نیست خیلی. اونم کاتانا و بتمنه. پایینم کومیک و کتاب و این داستانا. خب ببینید امروز چه روزیه؟ امروز هیچ روز خاصی نیست. ولی امروز رو باید خاص کنیم. خب بیاید امروز خاص کنیم. امروز پنجشنبه است و من همیشه یکی از بزرگترین مشکلاتی که با روزهای پنجشنبه و جمعه دارم اینه که خب درسته دیگه آخر هفته است، وقت اشغال کل هفته منتظر اون روز برسه. ولی مشکل با این روزا اینه که خیلی زود میگذره و میفهمم تاش مثلا شنبه صبح که خواب بیدار میشم میگم که اوکی هیچ کاری نکردم و این موضوع خیلی برام مشکل داره. حالا امروز میخوام بلکه بتونم یه کاری انجام بدم و بگم که اوکی یه روز مفید داشتم. موضوع چهارم، شما یه گلگی من داشتی که اون کم صحبت کردم و امروز میخوام بیشتر صحبت کنم و بهتون توضیح بدم من چیکار میکنم. سابسکرایب کنید بچه‌ها، ویدیو رو لایک کردن، سابسکرایب، زنگوله بغل هم بزنید، یه کامنت هم بزنید، بریم سراغ. چیزی دارم بهتون میگم و توضیح میدم واسه روزهای تعطیل، یعنی روزایی که من ساعت 7 صبح بیدار نمیشم برم مدرسه. روزهای معمولی، روزهای تعطیل، پنجشنبه، جمعه اینا. اوکی. خب ببینید من دور و بر ساعت 8:30 بیدار میشم و دیگه 8:40 نشستم اینجا. اما امروز شده که بعد ویدیو هم میگرفتم یه کوچولو طولانی شد و الان ساعت 9:10 است، 9:08 و خب من بچه صبح همون اول صبح از سیستم روشن کنم و قبل از اینکه اصلا از جام بلند شم باید برم تلگرام و اینستاگرام رو چک کنم. اصلا یوتیوب رو چک نمی‌کنم. تلگرام و اینستاگرام رو چک کنم و ببینم که آقا دیشب چه خبر بود، چه اتفاقایی افتاد اینا. تا این روشن میشه یکم صبحونه بخوریم. و بچه لپتاپ من HDMI نداره و از این بلک دانگل که اینجاست استفاده میشه برای اینکه کانکت بشه به تلویزیون. و خب وقتی که چیز کردیم پروژکت رو میزنیم و روی اکستنت میزنیم. حالا بچه خیلی دلم میخواد که بشینم کل سریای تام هالند و اسپایدرمن تام هالند رو از اول نگاه کنم، ولی علت چه اینه که اسپایدرمن بعدی 4 نمیدونم یا سال بعد یا امسال قراره ارزشه و خیلی و واقعا دلم میخواد قبل اینکه اون بیادش و اونو ببینم همینا رو یه ریواچ کرده باشم و واقعا ولی حوصله‌شو ندارم. مثلا ویدیو یوتیوبرای دیگه میبینید چک میزنن تو صورتم میگه که نه بیا ما رو ببین و الان نمیدونم بین دو راهی موندم چیکار کنم. چون ویدیو قبلی کاری که الان میخوام بکنم و هیچ کدومتون متوجه نشدید و چون که توضیح ندادم، اما الان میخوام بهتون بگم. ببینید من این با این بزرگوار یعنی دفتر، تقویم و کلندر اصلا هر چی که بهش میگی با این آشنا شدم و زندگیم به معنای واقعی زیر و رو شد، چون که خب یه نظم خیلی عجیب غریبی به زندگیم داده و کل کار زندگیم رو انجام میدم و خب خیلی خفن تره دیگه. مثلا میشینم ایده ویدیو مینویسم، کاری که باید انجام بدم مینویسم و اینا. و اینا از کجا میاد؟ ببینید یه تایمیو من مثلا شب آخر شب مثلا 10 دقیقه میذارم روی گوگل کلندر، برنامه فردا مینویسم، آماده میکنم و صبح که بیدار میشم میام اون تو میذارمشون که کامل یادم باشه، چون خیلی حواس پرت برنامه خاصی واسه امروز ندارم. با زمان اصلا هیچ توش نمی‌نویسم، مثلا نمی‌نویسم 29 فلان، چون که احساس کنم هدر میره اون برگه‌هاش و کلا بی خیالش میشم. اما اینا هر روز داخل مدرسه هم حتی اینو کامل میکنم همیشه. خیلی بهتون کمک می‌کنه حتما بگید. بچه من عاشق ماینکرافت هستم، بودم و خواهم بود، ولی تنها مشکلم باش اینه که در حال حاضری که برام تکراری شده و خیلی وقت بازی نکردم و الان یهو تصمیم گرفتم که بشینم یه ویدیو ماینکرافتی بذارم و مثل قدیم ماینکرافت بازی کنم و ویدیو ماینکرافتی ببینم و گفتم که چرا شما رو سهیم نکنم در این امر خیر، بریم ماینکرافت بازی کنیم.
یکی از بزرگترین سرگرمی من اینه که برم روی مای دریم ستاپ بشینم و اون چیزی که اتاقم داخل مغزم، اون چیزی که از استودیوم داخل مغزم همیشه دوستام داشته باشم و بشینم درست کنم. الان میخوام بشینم و چون که خیلی ذوق قسمت جدید پادکست رو دارم، بشینم و اون پادکست، اون دنیایی که داخلش دلم میخواد داخل اون استودیو پادکست درست کنم و بسازم. شما هم چرا با من همراه نباشید؟ نیاز داشتم به همچین کاری. خب من قلمو خریدم و به هیچ هنوز. خب بچه من یه قلم خریدم که فکر کنم رو ویدیو قبلی حتی نشونش ندادم. این قلم واسه موبایله و خب گوشی من قلم خور نیستش، اما با این قلمه خیلی هم تکنولوژی خاصی نداره. دو تا سری داره که اینطوری، یکی برای طراحی و این زیرش برای طراحی، بالا برای کشیدن و حالت بافت انگشت داره و این جلوش هم که خودکار معمولی و همه کاورایی که دارید میبینید و با این تونستم بزنم و خیلی چیز خفنیه. حالا میخوام یه دونه بنر آرت که واسه چنلم باشه درست کنم. بنر آرت هم خیلی شرط و پرته، فقط میشه سابسکرایب تو ما یوتیوب چنل و میخوام یه چیز خیلی باحال بذارم که یه عکس خودم حالت انیمیشنی مدلی هم توش باشه. الان دارم روی اون کار میکنم و از اونجایی که اونقدر هنر نقاشی و گرافیک و طراحی این داستانو ندارم، میخوام با ای آی همچین چیزی درست کنم. بعدش بیام حالا بک‌گراند این داستانا رو خودم با فتوشاپ انجام بدم کارشو. تو این تایم گفتم شما با من همراه باشید. تایم لپس. ساعت دقیقاً 1:16 است. ما زمین نشسته بودیم، یک گفت آقا یه کارت به کارتی باید انجام بدی. الان با 24 تا کارت مختلف که سقفشون صفره داریم هی داخل خیابونا میگردیم دنبال این اون که آقا بریم کارت بگیریم از فامیل دوست آشنا. هنوز تمام نشده. بعد همین الان داشتیم در این سوال می‌کردیم که واسه ولاگ کانتنت وجود نداره. این چه زندگی خوبی داریم، همش کانتنته. شغل مثلا ببین نوشته شده تو تقدیریم. خیابان‌های تهران در ساعت 1:17 بامداد. بسیاری خیابان‌های ترسناک و چرا دوربینم داره اینطوری ضبط. بچه‌ها میشدمون پس شد، الان ساعت 2 داریم میریم خونه. تونستیم مبلغ رو انتقال بدیم. منم خیلی سرحالم. من با این بادهایی نیستم که با این باد